بشنوید تا بیاموزید و کیفیت زندگی خود را بالا ببرید. بهترین کتاب‌های صوتی، تصویری و آموزشی را از چینل یوتیوب انتشارات عازم به دست بیاورید. اگر می‌خواهید به دانشتان بیافزایید، پس با انتشارات عازم همراه باشید. به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام احترام آرزو دارم هم یک جور صدمند باشید. شاگردای عزیز نازنین، درس هندسی تحلیلی از کنکور سال 1396 است. در لکچر قبلی در مورد دایره صحبت داشتیم. گفتیم دایره محل هندسی نقاطی است که از یک نقطه ثابت فواصل مساوی داشته باشه. معادله استاندارد دایره را گفتیم x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی به r مربع، که از اینجا h و k مختصات مرکز بود، آرام شعاع بود و حالتهای مختلف خوانده بودیم. وقتی مماس با x میشد، مماس با y میشد، مرکز بالای x می بود، مرکز بالای y می بود، مماس بر دو محور، مرکز بالای مبدا. وقتی از مبدا محیط دایره میگذشت، اینا را گفته بودیم. معادله انکشاف یافته را هم خواندیم که x مربع مثبت by مربع مثبت dx مثبت ey مثبت f مساوی به 0 بود. معادله انکشاف یافته. و از اینجا هم گفته بودیم در صورتی که ای و بی یک باشه، مختصات مرکز از منفی دی بر دو و منفی ای بر دو به دست میاریم و شعارم آر مساوی به 1 بر 2 جذر دی مربع جمع ای مربع منفی 4 اف میتونیم که به دست بیاریم. پس آن دقت مخروطات یاد میگیریم. شرط دایره شدنی است که ای و بی مساوی ام اشاره باشن. ای و بی مساوی و ام اشاره، در غیر از او بازو دایره بوده نمیتونم. امروز دوستای عزیز به چند مورد دیگه اشاره میکنیم. یکی از این موارد پیدا کردن طول مماس است. از بر ما یک دایره میته و طول مماس از پیش ما پرسان میکنیم. میگه ارگاه به یک دایره یک مماس رسم کنیم، به یک دایره یک مماس رسم کنیم، شما طول از این مماس به دست بیارین که چقدر است. اگر دوستای از ما بخوایم در اینجا طول مماس به دست بیاریم، میتونیم نشته کنیم که پی تی مربع مساوی است به x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع منفی r مربع. یا اگه خواسته باشین این x یک و y یک میتونین بگیرین، همون نقطه است که بر ما میگه از فلانه نقطه یک مماس رسم شده. یا اگه خواسته باشین از هر دو طرف جذر میتونین بگیرین، پی تی مساوی است به جذر x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع منفی r مربع. این میشه طول مماس به دایره. مثلا سوال میته شاگرد عزیزم، میگه اگر از نقطه A یا P فرق نمیکنه منفی 2 به دایره x منفی 3 کل مربع مثبت 4 کل مربع منفی 25 مساوی به 0 مماس رسم شده. شما طول مماس دریافت کنید. دلتان میگین پی تی مربع در خود از زمین وضع میکنین، دلتان جذر از زمین رو میگیرین. پی تی مساوی است به جذر اینی مربع داره، اینی هیچ است، اینی x یک و y یک است. همین قیمت میایم به جای x میمانم منفی 2 منفی 3 مربع. به جای x من فقط چی ماندم؟ قیمت ماندم منفی 2 جمع 4 خودش به جای وای من قیمت میمونم 2 مربع داره منفی آر مربع. آر 5 است، 5 مربع یا خود 25 5 مربع 25 درست است. اگر آر مربع نشته میکنی آر 5 است، 5 مربع 25. پی تی مساوی است به منفی 5 مربع شما مثبت 25 مثبت 2 4 6 مربع 36 منفی 25 25 با 25 خلاص 6 واحد واحدش هرچی که بوده طول از امی مماس تا به دایره چند واحد است. خب دوستای عزیز،
طول مماس گفتیم بر پیدا کردن طول مماس پی تی مساوی خود معادله دایره را داریم x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع منفی r مربع هم خود معادله دایره است. فقط ما x و y یک نقطه میته به جایش وضع میکنیم، یک دایره میته یک نقطه میته به جایش وضع میکنیم. این وقت است که بر ما معادله استاندارد داده. مثلا میگم طول مماس که از نقطه 5 و 3 x 5 شد y چند شد 3 با دایره x منفی 2 کل مربع جمع y مثبت 3 کل مربع منفی 10 مساوی به 0. این وقتی است که معادله استاندارد داد ما جای x و y قیمت می‌بینیم. اگر معادله انکشاف یافته را داد و طول مماس خاص دو کار میتونین. یک میتونین برین به استاندارد تبدیلش کنین بعدش باز حل کنین، یا در غیر از مستقیم از این فرمول حل کنین که x مربع جمع y مربع مثبت dx مثبت ey مثبت f. اما خود معادله انکشاف یافته دایره را شما بگیرین و در او قیمت گذاری کنین. درست است؟ میتونیم که باز ما طول به دست بیاریم. مثلا شاگردای از نازنین اگر بر ما سوال داده شود بگویه که طول مماسی که از نقطه 5 و 0 به دایره x مربع مثبت y مربع منفی 2x منفی 3 مساوی به 0 را دریابید. یکی از راه ها اگر به اساس فرمول اول کار میکنیم باید ایره چی کنیم؟ به اساس تکمیل مربع معادله استاندارد کنیم. چی مانا؟ x مربع خودش 2x ای طرف نشته میکنم، دور نصف میکنم، یک مربع میکنم، یک بار جمع یک بار تفریق، y مربع خودش درست است منفی 3 هم خودش مساوی به 0. در نتیجه اینجا میشه x منفی 1 کل مربع y مربع هم خودش منفی 4 مساوی به 0 و x منفی 1 کل مربع جمع دلتان اگه خواسته باشین y منفی 0 کل مربع میتونین بگیرین. خب شما فهمیدین که اینجا چی صفر شده؟ که صفر شده. خیر معادله چی گپ شده؟ دایره چی نوست؟ مرکزش بالای محور x است. یک دایره است که مرکزش بالای محور x است. خب این خیره اگه خواسته باشین تو میتونین نشته کنین y منفی 0 که بیخی شکل استاندارد بر خود بگیره منفی 4 مساوی به 0. حالی میگیم پی تی مساوی است به x منفی 1 به جای x چند میمونم 5 منفی 1 مربع جمع به جای y چی میمونم 0 جمع 0 کل مربع منفی 2 مربع 4 2 است 2 مربع 4. پی تی مساوی است به 5 منفی 1 4 مربع 16 ای خوش 0 شد منفی 4 مساوی جذر 12 4 ضرب 3 2 جذر 3. در غیر از او اگر از فرمول دوم بدون از اینکه به شکل استاندارد تبدیل کنیم میگین پی تی مساوی است به x مربع چند مربع 5 مربع به جای x چند داریم 5 مربع به جای y داریم 0 مربع مثبت دی چند است دی نه منفی 2 مثبت ای. خب منفی 2 ضرب x چند است 5 مثبت ای چند است 0 در معادله ای چند است 0 است نداریم 0 ضرب قیمت y هم چند است 0 و جمع f جمع منفی 3 پی تی مساوی است 5 مربع 25 جمع 0 2 5 10 0 منفی 3 پی تی مساوی است به 25 منفی 10 15 منفی 3 12 صفر هم که تاثیر ندارن 4 2 جذر 3. خب شاگردای عزیز اگر بر ما سوال بته بگوید در دایره 5x مربع در دایره منفی x مربع منفی x مربع منفی y مربع مثبت 6x منفی 10y منفی 14 مساوی به 0 مماسی که از نقطه 6 و منفی 12 رسم شده را طولش پیدا کنیم. صنفیتان میگه حل کردم جواب به 4 جواب مطابقت نمیکرد.
شما دقت کنین اول این معادله دایره تان اطراف ضرب منفی 1 کنین که مثبت شود. x مربع جمع y مربع منفی 6x مثبت 10y مثبت 14 مساوی به 0. بازم دو تا راه برای حلش داریم. یکی که تکمیل مربع کار کنیم. تکمیل مربع x مربع منفی 6x ایسو آوردم اینال 6 نیم میکنم 3 مربع میکنم 9 یک بار جمع یک بار تفریق. y مربع مثبت 10y در نیم میکنم 5 مربع میکنم 25 منفی 25 و مثبت 14 مساوی به 0. اینیش یک مربع کامل است. x جذر از x علامه از دوم جذر از 9 3 کل مربع جمع y مثبت 5 کل مربع. اینجا منفی 9 منفی 9 و منفی 25 منفی 34 از منفی 34 که 14 کم شود 20 میمونه فکر میکنم منفی 20 مساوی به 0. اینال دوستای اگه خواسته باشین میگین پی تی مساوی است به x منفی h کل مربع جا x چند میمونم 6 منفی 3 کل مربع جمع y منفی 12 مثبت 5 کل مربع. r جذر 20 است مربع کنیم خود 20 میشه. پی تی مساوی است به 6 منفی 3 3 مربع 9 12 منفی 5 منفی 7 مربع مثبت 49 منفی 20 9 و 49 58 58 منفی 20 38 جذر 38 درست است. خب میگن در جواب هست 38. در غیر از وی را میتونستین در معادلام وضع کنین. به این معنی در اصل که گرفته بودیم پی تی مساوی از این طریقه میشد کار کنیم. x مربع 6 مربع جمع y مربع منفی 12 مربع مثبت دی x دی چند است؟ دی منفی 6 است. دی منفی 6 منفی 6 ضرب x چند است؟ 6 جمع ای چند است؟ 10 ای چند است؟ 10 ضرب در منفی 12 مثبت f مثبت 14. پی تی مساوی است به 6 مربع 36 12 مربع 144 6 منفی 36 منفی میشه یا منفی 120 مثبت 14. پی تی مساوی است به خب 36 با 36 خلاص از 144 که 120 بره 24 میمونه 24 جمع 14 38. شاگردای از نازنین سوال دیگه عمل میکنیم. باز از طول مماس میگذریم. گفته در دایره 5x مربع مثبت 5y مربع منفی 10x مثبت 15y منفی 90 مساوی به 0. طول مماسی را که از نقطه منفی 5 و 4 رسم شده است دریابید. یک خواست تکمیل مربع عمل میشه دیگه از اون میگذریم. از این فرمول دومی حل میکنیم. اولین کار که میکنم اطراف تقسیم 5 میکنم که ضریب x مربع و y مربع یک شود که باز من ضریب x دی و ای گرفته بتانم. این تقسیم 5 شد x مربع ای هم شد y مربع منفی 2x مثبت 3y 1 5 5 8 5 40 درست است. این حالی دوستای اینی است d اینی است e اینی است f. ما داریم که پی تی مساوی است به x مربع منفی 5 مربع جمع y مربع 4 مربع جمع منفی 2 ضرب در منفی 5 منفی 2 ضرب در x منفی 5 جمع 3 ضرب در 4 جمع منفی 18. در نتیجه پی تی مساوی میشه 5 مربع 25 4 مربع 16 2 5 10 مثبت 3 4 12 منفی 18. خب دوستای عزیز پی تی مساوی میشه به 12 و منفی 18 منفی 6 منفی 6 در مثبت 4
4 و 16 20 20 و 25 45 نام خدا 9 5 45 3 جذر 5 کاملا دقیق جواب گفتین. زنده و سلامت باشید. شاگرد عزیز و گران قدرم، طول مماس فهمیدیم. چیز دیگه که از ما پرسان میکنه معادله مماس است. میگه معادله مماس را دریابید. معادله مماس به یک دایره را اگر بخوایم کار کنیم از این رابطه میتونیم کار کنیم. y منفی y1 مساوی است به منفی h منفی x1 k منفی y1 ضرب x منفی این چی است؟ معادله مماس است. او طول مماس بود. این چی است؟ معادله مماس. بر ما یک نقطه میته که x1 و y1 است. میگه ایره معادله شد تا فلانه دایره معادله مماس شد. چکر از چی میگیریم؟ از دایره انتخاب میکنیم و نقطه را بر ما میته. مثلا شاگرد عزیزم میتونه بر ما و شما سوال بده که معادله مماسی را دریابید که با دایره که مرکزش 1 2 است، C 1 و 2 و مماس هم از نقطه چند رسم شده؟ 3 و 5. دقت کنین دوست عزیز، میگه یک دایره داره. میشه خود دایره رو بده. خود دایره رو دالت استاندارد مثلا داده بوده که x منفی 1 کل مربع بوده جمع y منفی 2 کل مربع بوده که مرکزش نیست شده. خیر رو تا یک مثالم باز میگیرم. گفته یک دایره است که مرکزش نیست و نقطه می. شما معادله مماس دریافت کنید. خوینی چه است؟ x و y. میایم وضع میکنم y منفی y1 نام خدا منفی 1 منفی 3 2 منفی 5 3 y منفی 5 خودش منفی هم خودش 3 منفی 1 منفی 2 منفی 3 ضرب در x منفی 3 y منفی 5 خودش این مثبت میشه پس منفی 2 بر 3 x منفی 3. اگه ضربم کنیم که کمی خوبتر شه، مثلا میشیده جوابا نباشه ضرب شده باشه منفی 2 بر 3 x مثبت 3 به 3 خلاص 2 کلش میتونیم یک طرف هم بیاریم یا 5 اون طرف بریم. خیر اترا میشه. ببینید وای بانیم 5 این طرف بیاریم منفی 2 بر 3 x مثبت 7 یا میشه کلش یک طرف میاد. این شد معادله از همون مماسی که بر ما گفته که رسم شده. بعضا اترا هم سوال میکنه میگه شما در معادله مماس میلش پیدا کنین. باز بعد از اینکه ما معادله رو پیدا کردیم میل پیدا کردن بر ما کار آسان است. تو بیاین به خاطر کمی فهمیده شود اگر دایره را به شکل استاندارد داده باشد نشته کرده باشه x منفی 2 کل مربع جمع y مثبت 4 کل مربع مساوی به 16. بو یک مماسی که از نقطه 4 و 5 به این رسم شده شما معادلهش دریافت کنید. اینی دوستای x1 و y1 اچو کارم که دیدیم. خیر میگیریم y منفی y1 y منفی 5 منفی h2 است زد اشاره میگیریم h2 k منفی 4 k منفی 4 نام خدا h2 منفی x1 4 k منفی 4 منفی 5 ضرب x منفی x1 x منفی 4 y منفی 5 خودش منفی هم باشه 2 منفی 4 منفی 2 و اینجا میشه منفی 9 x منفی 4 y منفی 5 خودش اینی مثبت پس منفی 2 بر 9 x منفی 4 ضرب میکنیم y منفی 5 خودش منفی 2 بر 9 x مثبت 8 بر 4 2 8 بر 9 5 مگو طرف میبرین منفی 2 بر 9 x باشه 5 کیسو بیا مثبت 5 میشه 9 5 45 45 8 53 مثبت 53 بر 9. اینی معادله مماسی است که از ما و شما خواسته. دوست عزیز اگر معادله را دالت انکشاف یافته داد باز شما چی کنین؟ دالت انکشاف یافته که داد میتونیم ببرین حالت استاندارد x و y بگیرین بعدش هم
کار کنین. مثلا شاگرد عزیزم اگر سوال میته که معادله دایره x مربع جمع y مربع منفی 2x مثبت 3y منفی 18 مساوی به 0 است و مماس هم از نقطه منفی 2 و منفی 5 رسم شده، شما معادله مماس را دریابید. ما ای چکه را پیدا میکنیم؟ اول خیر میگم x مربع خودش 2x ایسو نشته میکنم، باز دور نیم میکنم، یک مربع میکنم، یک بار جمع یک بار تفریق. y مربع را میگیرم 3y هم میگیرم، 3 را نیم میکنم، 3 بر 2 مربع میکنم 9 بر 4 یک بار جمع میکنیم یک بار تفریق. حالی که از مربع کامل زود میگذاریم، این درس هندسه نیست دیگه، درس ریاضی است. و منفی 18 مساوی به 0. این قدرش یک مربع کامل شده. جذر از اول علامه از دوم جذر از سوم. اینجا مربع کامل شده. جذر از اول علامه از دوم جذر از سوم کل مربع. منفی 1 منفی 1 18 منفی 19 4 ضرب 19 4 9 36 4 1 4 4 3 7 76 76 جمع 9 چون نیام اشارش منفی است. 76 جمع 9 76 جمع 9 85 85 منفی 85 بر 4 مساوی به 0. خب ما از این تنها چی را کار داشتیم؟ اچ که فهمیدیم یک است و که را فهمیدیم منفی 3 بر 2. دیگه معادله مماس داریم y منفی y1 y1 چند است؟ 5 منفی 5 مثبت 5 مساوی است به منفی h 1 منفی 2 مثبت 2 منفی در فرمول هم داریم در کم منفی 3 بر 2 منفی 5 مثبت 5 ضرب x منفی x 1 منفی 2 مثبت 2 y جمع 5 باشه 1 2 3 2 5 10 3 کم شوه 7 بر 2 منفی 3 بر 7 بر 2 ضرب x جمع 2 y جمع 5 باشه 2 3 منفی 6 بر 7 ضرب x جمع 2. این را خواستین یک ضرب هم کنین منفی 6 بر 7x منفی 12 بر 7 5 هم فکر کنین سو آورده منفی 5 که از جمع تفریق کردیم این میشه معادله مماس. شاگردای عزیز و نهایت دوست داشتنی به نهایت دوست داشتنی موضوع دیگه که از ما پرسان میکنید یک سوال می باشه شما دقت کنین. میگه معادله دایره ای را دریابید که مرکز آن 1 و 7 و با خط x مثبت 3y مساوی به 12 مماس باشد. این سواله که سعی کنین یک کمکی گپ دارم. میگه مرکزش 1 و 7 است و با اینی خط مماس است. خب مرکز که داده ما میگیم دینی معادله وضع میکنیم x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی به r مربع. میگیم x منفی 1 کل مربع مثبت y منفی 7 کل مربع مساوی به r مربع. r قیمتش نداریم اما یک نقل بر ما داده گفته با اینی خط مماس است. خیر شما یک چیز دیگر را باید یاد بگیرین. چی را؟ فاصله مماس باید یاد بگیرین. فاصله مماس تا دایره دقت شعاع میشه. ما و شما در هندسه مسطح خوانده بودیم که مماس در نقطه تماس با شعاع چی می باشه؟ عمود می باشه. خب اینی فاصله را اگر من تا اینمی خطی که برم داده به دست بیارم اینمی چی است؟ شعاع دقیقت در اینجا چی است؟ فاصله این مرکز تا بین اینمی خط تا این مماس. اینمی فاصله را اگر به دست آوردیم ما میتونیم جای شعاع قیمت وضع کنیم. اینمی جا اگر او باشه اینجا اچ باشه ما اینمی فاصله او اچ که دقیقت آر است چطور به دست آورده میتونیم؟ دوستای عزیز ما بر از این حالت فرمول داریم که او اچ یا دقیقت همون آر یا شعاع مساوی است به ای ضرب در اچ جمع بی ضرب در که مثبت سی بر جذر ای مربع جمع بی مربع. از اینجا ما میتونیم فاصله یا شعاع را به دست بیاریم بریم وضع کنیم. درست است؟ خیر ای در اینجا چند است؟ 1. شکل عمومی خط بود ax مثبت by
مثبت سی مساوی به صفر. ای خیر چند است؟ یک اگر فکرتان شود. درست است؟ آر مساوی میشه به جای اچ یک، به جای ای یک، به جای اچ داریم یک. اچ هم چند داریم؟ یک. اینی اچ است، اینی که مثبت بی سه، بی چند است؟ سه ضرب در افت جمع سی منفی 12 است. سی را کی طرف بیاریم که شکل اصلی را بگیریم میشه x مثبت 3y منفی 12 مساوی به صفر. اینی a یک است. خب منفی مثبت ضرب منفی 12 بر a مربع یک مربع جمع 3 مربع. درست است؟ جمع 3 مربع. حالا دوستای عزیز ما داریم که یک ضرب یک یک، 3 اف 21، 21 یک 22، 22 منفی 12 10. یک مربع یک 3 مربع نویم چی میشه؟ جذر 10 بر جذر 10. اگر میره ناطق بسازیم شاگردای عزیزم، اگر ناطق بسازیم میشه 10 جذر 10 بر 10 ضرب جذر 10 کدام؟ خیر شوهای از امی دایره چند است؟ جذر 10. خیر نالی میمیره تکمیل میکنم، میگم x منفی 1 کل مربع جمع y منفی 7 کل مربع. اینجا جذر 10 مربع شما میماند 10 معادله دایره که از ما خواسته x منفی 1. خب اینی را ما بلد بودیم، فقط چیزی که بلد نبودیم پیدا کردن اینی طول فاصله مماس است تا مرکز. این را بگیریم باز یک مثال دیگه کار میکنم. شاگردای از نظر یک مثال که دیگه کار میکنم. مثلا اگر بر ما بگویه که یک دایره است که مرکزش در مبدا است، مرکز در مبدا کمیات وضعی است و با خط 3x مثبت 4y منفی 10 مساوی به صفر مماس است. شما فاصله خط تا مرکز دایره را دریابید یا شعاع را دریابید. هر دوش یک مونست. چی بگه؟ فاصله مماس تا خط تا مرکز چی بگه؟ شعاع. هر دوش یکیست، چون خط هم از محیط است تا مرکز، شعاع هم از محیط تا مرکز. حالا گوش کنین دوستای عزیز. خب میشد یک دایره بتا که x منفی 5 کل مربع جمع y منفی 3 کل مربع یک چیزی ما اچ و کار کار داشتیم. مالی گفتم مبدا که باشه دایره میشه x مربع جمع y مربع مساوی به r مربع، یعنی مرکز میشه 0 و 0 0 و 0 اچ و k. خلاصه اچ و k بر ما داده میشه. ما میگیم او اچ یا r یا شعاع یا طول مماس یا فاصله مماس مساوی است به a ضرب در h. a ضرب در h. a چند است؟ 3. b چند است؟ 4. c چند است؟ منفی 10. a 3 ضرب در h 0 جمع و b 4 ضرب در 0 k منفی مثبت منفی 10 منفی 10 بر جذر 3 مربع جمع 4 مربع a مربع جمع b مربع 3 0 0 4 0 0 منفی 10 قیمت مطلقی منفی 10 مثبت 10 3 مربع 9 4 مربع 16 9 و 16 25 جذر 25 5 2 واحد. فاصله از امی خط تا امی دایره چند واحد است؟ 2 واحد است. 2 واحد و چی فاصله طول شام 2. طول شا 2 یا فاصله خط تا مرکز 2 یا طول شا چند واحد است؟ 2 واحد. شاگردای عزیز نازنین اگر سوال کنه بگوید در صورتی که از نقطه 3 و 4 به دایره x مربع جمع y مربع مساوی به 25 یک مماس رسم کنیم، کدام یکی از این نقاط بالای خط مماس قرار داره؟ 4 جواب بر ما داده. خوب دقت کنید شاگردای عزیزم. گفته از نقطه 3 و 4 یک مماس به این دایره رسم کردیم. شما معلوم کنین کدام از این نقاط بالای از این مماس قرار داره. ما اول میریم معادله مماس را دریافت میکنیم. معادله مماس داریم که y منفی y1 منفی h منفی x1 بر k منفی y1 ضرب x منفی x1. پیش از اینکه ما سوال حل کنیم یک نکته دیگر رو میخوایم اشاره کنم. بعضا اگر این معادله را تو نوشته کرده بود که اینی را طرفین و وسطین میکنن، اینی میاد که تزی ضرب میشه، نه میشه
وای منفی وای یک ضرب که منفی وای یک. آفرین. و اینی دو تام دالت ضرب است، اشارهش هم منفی است. ایده ای طرف مساوی ده، ای رو کی طرف بیاریم؟ اشارهش میشه مثبت h منفی x1 ضرب x منفی x1. یعنی معادله مماس. کسی تو هم گفت که از این فرمول پیدا میتونیم، شما هم روش جنجال نمیکنید چون همین معادله رو ساخته، فرق نمیکنه. خب y منفی y1 اینی x1 اینی y1 h و که صفر است چون این دایره است که در مبدأ کمیات وضعیه واقع شده. خیر ببینین y منفی y1 y منفی 4 منفی h صفر منفی x1 منفی 3 صفر منفی 4 y1 ضرب در x منفی x1 3. خیر بینین y منفی 4 اینی منفی 3 بر منفی 4 مثبت، پس میشه منفی 3 بر 4 ضرب x منفی 3 y منفی 4 باشه. این داخل ضرب میکنه منفی 3 بر 4x منفی مثبت 9 بر 4 اطراف ضرب 4 میکنم. ضرب 4 که کنم میشه 4y 4 4 16 او طرف میشه منفی 3x مثبت 9. این کلش دلتان یک طرف میری فرق نمیکنه. 4y خودش 3x ایسو میاره مثبت 3x 9 ایسو میاره منفی 25 به خاطر منفی شد که تازی صحیح. اینی معادله مماس است. از ما معادله مماس نخواسته بود، از ما خواسته کدام از این نقاط بالای از این خط قرار داره. بالای از این خط کدام از این نقاط قرار داره. ما میایم گفته بودیم بر پیدا کردن نقطه قیمت x عوض میکنیم. اگه قیمت y داد اونمون نقطه بالای از شکل هندسی است، اگه نداد نه. ما از اون طرف چون شاید جواب صحیح باشه از این طرف میایم که تمرین شود. 4 به جای x 4 وضع میکنم. 4 4 16 16 منفی خب 3 4 12 12 منفی 25 منفی 13 منفی 13 ایسو بیا مثبت 13 اطراف تقسیم 4 13 بر 4 وای نداد. خیلی نقطه بالای از مستقیم نیست. x منفی 1 منفی 3 منفی 3 و منفی 25 منفی 28 منفی 25 ایسو بیا مثبت 28 اطراف تقسیم 4 شوه 7 مثبت میه. ایام نشد به خاطر این منفی است. اگر مثبت میوده یک عوض میکنم 3 1 3 3 و 25 3 و 25 منفی 22 منفی 22 ایسو بیا مثبت 22 تقسیم 4 کنم 22 بر 4 که جواب پوره نمیده. خیلی هم نیست. 7 عوض میکنم 3 7 21 21 منفی 25 منفی 4 منفی 4 ایسو بیا مثبت 4 اطراف تقسیم 4 تقسیم 4 1 7 وضع کنم یک بر ما میته. خیلی این نقطه بالای از خط واقع شده. نقطه بالای از خط واقع شده. شاگردای از نازنین مگر یک سوال دیگه از ما پرسان کنه. بگه در صورتی که معادله یک دایره x مربع مثبت y مربع مثبت 2x مثبت 4y مساوی به که باشه و شای از دایره 2 باشه شا 2 باشه شما قیمت که را دریابین که چند است. دقت کنین میگه یک معادله داریم که شکل x مربع مثبت 2x مثبت 4y مساوی به که است. r 2 است. شما قیمت که را دریابید. ما میگیم r مساوی است به 1 بر 2 1 بر 2 d مربع جمع ای مربع منفی 4. خب آره بر ما داده 2 گفته شا دوست 1 بر 2 هم خودش دی. خب دوستای عزیز از اینجا من قیمت ای را خودم فهمیدم. چرا؟ اگه این دایره است گفته دایره، اگه دایره است این دو تا باید مساوی باشه. خیر ای مساوی به چند است؟ 1. ای که 1 است خیر اینی دی است اینی هم ای است. خب دی مربع چند مربع؟ 2 مربع. ای مربع 4 مربع منفی 4f f منفی که میشه f منفی که این طرف که بیارم منفی که منفی 4 ضرب منفی که اطراف ضرب 2 میکنم 2 2 4 مساوی است بعد 2 مربع 4 4 مربع 16 مثبت 4
4 خودش 4 16 20 جمع 4 که هر دو طرف هم مربع میکنم، مربع کنم 4 مربع 16 او طرف میشه 20 مثبت 4 که جذر خلاص شد. 20 ای طرف میارم 4 که مساوی میشه منفی 20 منفی 4 باقی میمونه اگه فکرتان باشه. 16 منفی 20 منفی 4 اطراف تقسیم 4 میکنم که منفی 1. در صورتی که دینمی معادله که منفی 1 شوه شایزی چند میشه؟ 2 میشه. که منفی 1 شوه شایز 2. اگه باورتان نمیشد به جای که منفی 1 وضع کنین، دلتان معادله استاندارد میگیرین، دلتان از اینجا پیدا میکنید چند واحد میاد. شاگردای از نازنینم، اگر سوال بده که در دایره 4 ضرب در x منفی 1 کل مربع جمع 2y مثبت 1 کل مربع مساوی به 1 شما قیمت قطر دایره را دریابید. دوست عزیز هر وقت قطر خواست به اساس هندسه مسطح میفهمیم شعار به دست میریم ضرب 2 میکنیم میشه قطر. ولی این معادله چون یک کمکی تو قوارش فرق داشت خواستم براتون بگیرم، دقت مخروطات ما براتون باز تشریح میکنم. شرط دایره شده نیست که ضریب x مربع و y مربع با هم مساوی و هم اشاره بیه. استادی خو مساوی نیست، اسوار خطا نشو. به خاطر کی رو از مربع اگر رفع کنین 4 میشه، از مربع اگر رفع کنین 4 میشه. به خاطر که مطمئن شین سیل که ما براتون کار میکنم. بعد دو رقم حل میتونیم، یک میتونیم شکل استاندارد باز کار کنیم، یک شکل انکشاف یافته باز شعار به دست بیاریم. دو چند کنیم قطر ما انکشافش میتونم 4 خودش این اینجا انکشاف میتونم مربع اول دو چند اول ضرب دو مربع دوم مربع اول 4 y مربع دو چند اول ضرب دو دو 4 y مربع دوم 1 دو چند کردم دو دو 4 ضرب 1 پس خودش شد و مساوی به 1. این حال شما میبینین که معادله دایره است. 4x مربع 8x مثبت 4 4y مربع. این ضریب x مربع y مربع مساوی مثبت 4y مثبت 1 مساوی به 1 مساوی به 1. 4x مربع خودش منفی خب 4y مربع رو می طرف میارم که شکل اصلی رو بگیره 4y مربع منفی 8x مثبت 4y 4 1 5 یکا می طرف بیه پس میمونه 4 مثبت 4 مساوی به 0. این یک کتی یک هم اشاره است خلاص بشه. این معادله اصلی را دادم. این حالی اینی دی و این نیست تا که اینی 4 از بین اینجا 4 خلاص میشه x مربع y مربع 2x 4 تقسیم 4 1. این حالی میگیم r مساوی است به 1 بر 4 ضرب در d مربع. d مربع منفی 2 مربع منفی 2 مربع جمع ای مربع 1 مربع منفی 4f منفی 4f f چند است؟ 1. خب مساوی است 1 بر 4 خودش 2 مربع 4 1 مربع 1 4 1 4 منفی 4 کردم این مثبت 4 میشه خلاص میشی میمانه چند؟ 1. خب اینی 1 جذر 1 بر این ضرب 1 پس خود 1 بر 4 جذر 1 بر 4 1 بر 2 شعاع شد. قطر 2 است 2 ضرب در 1 بر 2 قطرش چند واحد است؟ 1 واحد. درست است؟ خب این گپ آسان هم بود دیگه. شعار پیدا میکنیم ضرب 2 میکنیم. من خواستم فقط این حالت بلد شیم که دقیقاً یک چیز داریم. شاگردای از نازنین موضوعی دیگه که است شرط موجودیت دایره را میگن. دوست از یادتان باشه ارگا آر بزرگ از 0 بود دایره موجود است، دایره حقیقی موجود است، یعنی یک شعاع موجود است که دایره رسم شده. اگر آر مساوی به 0 شوه یعنی طول شعاع 0 شد خیری میگیم دایره قطعا دیگه موجود نیست. این را به نام دایره صفری یاد میکنن. خب شعاعی نیست که ما رسم کنیم دیگه، شعاع 0 واحد است. اگر آر کوچک از 0 شه او را میگن دایره غیر حقیقی یا دایره مجازی. اول یک چیزی هیچ موجود نیست، طول منفی که ما نداریم، دایره مجازی یا غیر حقیقی. یا مشتیرت را بگیم که دمی شعاع در فرمول شعاع اگه نمی زیر جذر که دی مربع جمع ای مربع منفی 4f بزرگ از 0 باشه دایره حقیقی است چون یک جذر مثبت داره. اگر می مساوی به 0 شود دایره صفری است. اگر کوچک از 0 شود دایره مجازی است چون عدد زیر جذر چی شد؟ منفی شد. ما ایت دایره نداریم.
در دایره دو سه موضوع دیگه ماند که ما او رو دقت مخروطات براتون درس میتیم. یکی وضعیت نقطه با دایره که ما او رو در مجموع دقت مخروطات تشریح میکنم که ما نقطه رو عوض میکنیم. اگر چپ بزرگ آمد نقطه خارج دایره است، اگر مساوی آمد بالای محیط، راست بزرگ آمد داخل دایره، باز در اونجا میخوانیم. حالت مستقیم با دایره که یک مستقیم با دایره سه حالت داره، یا در دو نقطه قطع میکنه متقاطع است، یا یک نقطه مماس، یا هیچ ارتباط نداره که و آسان است. قیمت x یا y از معادله خط میگیریم، در معادله دایره وضع میکنیم، دلتا را تشکیل میدیم. اگه بزرگ از صفر بود در دو نقطه قطع میکند، مساوی به صفر بود مماس است، کوچک از صفر بود هیچ کدام ارتباط نداره. و بالاخره معادله حالت دو دایره است که دو دایره میتونه مماس، متقاطع یا متخارج باشه، هیچ ارتباط نداشته باشه. که هم باز معادله دایره را تفریق میکنیم، معادله خط به دست میاریم و معادله درجه دو جور میکنیم، بر اساس دلتا جواب میدیم. این سه موضوع دایره را باز بخیر ما و شما در وقت قطع مخروطات میخوانیم. دفعتا یک کلیاتی که برای کنکور برای دایره نیاز بود گفته شد. الا اگر شما سوال پیدا کردین ما در خدمت شما بیننده عزیزم در لکچر بعدی بخیر سر پارابول گپ میزنیم. از توجهتان یک جان سپاس. خداحافظ، نگهدار. دانش آموزان عزیز، آیا نگران آینده تعلیمیتان هستید؟ آیا شرایط حضور در صنف درسی را ندارید؟ آیا وضعیت صحی مانع فراگیری دانش شده است؟ یا نگران امتحان کنکور هستید؟ دیگر نگران نباشید. انتشارات عازم با ابتکار دیگر تمام مضامین ساینسی و آمادگی کنکور را که توسط مجربترین استاد دکتر جمشید رسا تدریس گردیده را به شکل تصویری آماده نموده است. شما با استفاده از این ویدیوها می توانید در هر جا و هر وقت که خواسته باشید بیاموزید. از اینکه ویدیوهای آموزشی ما بیشتر تقلب شده و به شکل پراکنده در بازار موجود است، شما می توانید این ویدیوها را از طریق چینل یوتیوب انتشارات عازم تماشا کرده و به شکل DVD از دفتر مرکزی انتشارات عازم واقع سرک 5 سیلوی مرکزی به دست بیاورید. انتشارات عازم، پیشگام معیاری شدن چاپ، نشر و پخش کتاب در افغانستان.